امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان با محل بدوباش خدمتشان حربی قشون‌های سرحدی و تیاری جنگی قسم واحدهای نظامی این ساختار در حدود ناحیه‌های 5 و میر سعید علی حمدانی گارنیزون ختلان شناس گردیده با هیئت ذخیره‌های سفربری منطقه مدافعه حدودی ولایت یک قطار صحبت و واخوری‌ها انجام دادند. بازدید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نخست از پایگاه اتریاد سرحدی حدود ناحیه 5 ولایت ختلان آغاز گردید. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مرکز برگزاری چاره‌بینی که در آن زیاده از 2000 نفر هیئت شخصی جزء تامهای سرحدی و ذخیره‌های سفربری صف کشیده بودند تشریف آوردند. با سفرمانده عالی قوه‌های مسلح محترم امامعلی رحمان سردار اتریاد سرحدی 5 پدپلکامنیک دانیار فیض‌الله‌زاده اوید به آمادگی جزء تامها گزارش داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نزد هیئت شخصی اوید به کامیابی و دستاوردهای بی‌نظیر استقلال دولتی اینچنین تهدید و خطرهای جهان معاصر وضع امروزه سرحد دولتی و آماده‌باشی جنگی جزء تامها سخنرانی کردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست همه افسران و سربازان را که مرز و بوم دولت صاحب استقلالمان امنیت دولت و جامعه و زندگی آسایشته مردم تاجیکستان را صادقانه حمایت کرده ایستادند به افتخار جشن در پیش ساده 30 سالگی استقلال دولتی تبریک گفتند. ضمن سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید کردند که والاترین معیار وطنداری و وطندوستی رسیدن به قدر وطن ملت و دولت صاحب استقلال به جا آوردن خدمت وطن و حفظ مرز و بوم آن می باشد. با قناعتمندی ذکر گردید که دولت تاجیکستان و مردم تاجیک در سیمای هیئت شخصی قوه‌های مسلح از جمله قشون‌های سرحدی و مقامات حفظ حقوق حامیان با اعتماد و محافظان فداکار وطن محبوب خود را می‌بینند. وابسته به اوضاع کنونی دولت همسایه افغانستان پرزیدنت مملکت تاکید داشتند که حفظ سرحد دولتی تاجیکستان با این دولت همجوار نه تنها برای امنیت کشور ما بلکه در تامین بخطری کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و گذشته از این اتحاد اروپا اهمیت مخصوص دارد. امروزها اوضاع حربی و سیاسی کشور به ما همسایه جمهوری اسلامی افغانستان از جمله ولایت‌های بلخ، کندوز، تخار و بدخشان که با جمهوری تاجیکستان همسرحدند نهایت مرکب می باشد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که وضع امروزه منطقه و جهان از هر یک خدمتچی حربی قوه‌های مسلح و مخصوصا از افسران و سربازان سرحدبان هوشیاری و زیرکی دائمی مسئولیت بلند و آماده باشی همیشگی را تقاضا می نماید. در آخر سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با اطمینان اظهار داشتند که هر یک افسر و سرباز وظیفه‌های بسیار مشکل و مسئولیتناکی به ذمه‌اش گذاشته دولت و خلق تاجیکستان را من بعد نیست با حس بلند ملی جسارت و متانت و دلیری و شجاعت اجرا می‌کنند. بعد از انجام سخنرانی با امر سردار اتریاد سرحدی گذشت نظامی جزء تامها و قوه‌های احتیاطی آغاز گردید. در گذشت نظامی خدمتچیان حربی، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق و ترتیبات و قوه‌های احتیاطی یا خود ذخیره‌های سفربری منطقه مدافعه حدودی که شماره عمومی آنها در مجموع بیش از 2000 نفر را تشکیل می‌دهد اشتراک نمودند. حکومت جمهوری تاجیکستان بخش و سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح محترم امامعلی رحمان از روزهای نخستین تأسیس یابی ارتش ملی با وجود وضع نامساعد حربی و سیاسی اجتماعی و اقتصادی در کشور با ساختار تشکیلی و شتتی تأمینات مادی و تکنیکی بنیاد انفراساختار ضروری تجهیزانیدن قسم‌های حربی پرگردانی صف‌های ارتش با افسران کسبی و کادرهای بلند اختصاص نظامی و بلند برداشتن آمادگی جنگی خدمتچیان حربی توجه دائمی ظاهر می‌نمایند. زیرا ارتش یا خود قوه‌های مسلح در هر دور و زمان برای هر یک کشور صاحب استقلال کفیل بخطری و تامین کننده حیات آسایشته مردم آن به حساب می‌رود.
بعد از انجام گذشت نظامی جزو تامها سرور دولت محترم امامعلی رحمان با هیئت ذخیره‌های سفربری صحبت دایر نمودند. ضمن صحبت با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هیئت قواهای احتیاطی اظهار داشتند که چون ذخیره‌های سفربری برای حمایه هر یک ذره خاک پاک وطن دائم تیارند و در همه گونه وضعیت با گرفتن اولین بانگ خطر در هماهنگی با قواهای مسلح مملکت به خاطر حفظ دولت و تأمین حیات آسایشته مردم آن در پهلوی سرور غمخوار خود و خلق شرفمند دیار قرار می‌گیرند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بعد از واخوری و صحبت‌های صمیمی با افسران و سربازان و هیئت ذخیره‌های سفربری با مجموعه مختلف تکنیک‌های گوناگون حربی و سلاح مهمات جنگی جزو تام‌های اطریت شناس گردیدند. ضمن شناسایی با وضع معیشی و خدمتی و تأمینات هیئت شخصی با مواد خوراکباری، سر و لباس نظامی و دیگر اموال شیعی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اینچنین از نمایشگاه محصولات کشاورزی خواجگی یاریرسانی اطریت سرحدی 5 بازدید کردند. طور اطلاع داده شد در تابعیت اطریت سرحدی مذکور 4 گکتار زمین خواجگی یاریرسان موجود است که هیئت شخصی در آن زراعت‌های گوناگون وطنی را کش کرده همه ساله حاصل خوب جمع‌آوری می‌نماید. محصولات به دست آمده برای تأمین نمودن هیئت شخصی با آذوقه‌واری و سرغذا نمودن خوراک آنها مساعدت می‌نماید. با همین بازدید سرور دولت محترم امامعلی رحمان از اطریت سرحدی 5 ولایت ختلان به انجام رسید.